جامعه تو ایران شده 14 تا سکه، اونم در صورتی که مرد پولشو داشته باشه. اندل استطاعه. زنم برای گرفتن حق طلاق باید ثابت بکنه که 2 سال شوهر رفته. 2 سال من نمیتونم، شوهرم کجاست؟ سوالی که پیش میاد اینه که چه کاریه؟ زن چه دلیلی داره که توی اون کشور ازدواج کنه؟ وقتی هر کدوم از ارگان‌های اون سیستم یه پتک جداگونه گرفتن دستشون تو سر زن میزنن، زن چرا باید بهشون اعتماد بکنه؟ بی حساب سرانگشتی بکنه. زن توی اون کشور چی میگیره؟ میتونه رئیس جمهور بشه، موقعیت اختلاس داره، حقوقی که اعصاب کارش میگیره کمتر از مرده، موقعیت‌های شغلیش کمتر از مرده. از نظر اختیار لباس پوشیدن که الا ماشاءالله، پدر و برادر و کماندوهای توی مترو که سهله، تا راننده تاکسی میتونه بهش بگه چی بپوشه چی نپوشه. چه کاریه؟ این زن چرا اصلا توی اون کشور بمونه؟ زن بخواد ازدواج هم بکنه با قیمتای الانم که هیچ چی نباشه حداقل 2 میلیارد پول جهیزیه میشه. این روزا هم که دیگه هیچ پسری خونه نداره که بگه حالا ازدواج میکنم طرف خونه داره. باید توی همون زندگی هم کار کنی، ماه به ماه اجاره همون خونه هم بدی. عروسی هم اگه برات بگیرن و با جشن عقد سر و تاشو هم نیارن، اسم این که آی عروسی و ما گرفتیم، شب عروسیت عمه داماد با یه کیسه بالا سرت وای میسته. کی وقت خدای نکرده شاباش و سکه و علنگوی تو جیب شما نره. روز پا تختی هم اعلام میکنن تلویزیون و سیستم صوتی هدیه پدر داماده. حالا تو وقتتو میذاری، عشقتو میذاری، جوونیتو میذاری، به هزار امید ازدواج میکنی، بزنه و یارو کنگوشات باشه کار نکنه، اختیار لاپاشو نداشته باشه خیانت کنه، اختیار دستاشو نداشته باشه دست به زن داشته باشه، قاچاقچی بشه، نزول خور بشه، معتاد بشه، حق طلاق که نداری، مهریه هم که اندل استطاعه. زندانی مامون سرده هستن که مهریه ندادن. چه گناهی کردیم ازدواج کردیم. 14 تا سکه سالی یه دونه میندازن جلو. مردا که همشون حالشو میبرن. یه سری زنای دودول پرستن که نهایتا در نقش همون عمه داماد که شب عروسی با کیسه شاباش میتونن نقش ایفا بکنن موافقشونن. چه کاریه فدات شم؟ واسه چی میخوای تو اون مملکت ازدواج کنی؟ زنو باید گذاشت رو سر حلواش کرد. تو اون منطقه بلد نیستن حلوا کنن، تو سرش میزنن. کونه لقشون. تو بلدن فرت و فرت قانون مهریه رو کم و کمترش کنن. بلد نیستن قانون حقوق برابر رو به زن بدن. ما زنا هم خوب طاقتی داریم والا. هرچی بیشتر تو سرمون میزنن بیشتر به دلشون راه میان. قبل عقد حق طلاق و تحصیل خروج از کشور رو از مرد بگیری. بیخود میکنه حقوق من دست مرد باشه که بخوام ازش بگیرم. قانونی باید حقوق زن مال زن باشه. فکر نکنید قانونی نمیتونن کاری باش بکنن ها. نه، از سال 1313 قانون مهریه و خانواده و 4 حدسری بودن مرد و تمام اینا وجود داشته. منتها سال 1346 و 53 اومدن گفت نه، مرد بدون اجازه دادگاه نمیتونه زن دوم بگیره، ولی مهریه رو نگه داشتن. منتها از سال 1357 به بعد قانون مهریه هی کمتر میشه. پس میتونن که قانون رو عوض کنن. نمیخوان. پس توی دختر چرا با اون قانون ازدواج کنی؟ سرمایه گذاری کن، یه کار جدید بزن، یا نه مهاجرت کن یه کشوری که هیچ سگی نتونه بهت بگه چجوری لباس بپوشی. سفر کن، یه برو درس تو ادامه بده. مامان گربه ها که سهله، پناهگاه گربه ها بزن. انقدر موفق شو که فقط در صورتی ازدواج کنی که طرف مقابلت پرفکت باشه. اگه نبود فکرش هم نکن. به این مردا اعتماد نکنید. بای.